سلام. همه چیز از اون زمستون سرد شروع شد. روستای دهبالا اونقدر دور نبود، اما انگار زمان توش متوقف شده بود. خاله اسمت، خواهر ناتنی مادرم، بعد از فوت شوهرش آقا ولی تنها شده بود. مادرم مدام دلشوره داشت. میگفت عباس مادر، خاله ناتنیه اما خونمون یکیه. برو پیشش بمون به خاطر من. هم میری روستا، حالا هوا عوض میشه، هم خالت دیوار به دیوار مرد غریبه نیست و دلش نمیلرزه. من 21 سالمه. دانشجو بودم و اون موقع ها سرم توی لاک خودم بود. قبول کردم. فکر میکردم یه خوابگاه مجانی گیرم اومده و فقط قراره چند ماه شبا رو اونجا باشم. خاله اسمت زن تودار و آرومی بود، اما اون شب همه چی عوض شد. ساعت نزدیک 11 شب بود. چراغ گردسوز روی تاقچه پت و پت می کرد. من توی اتاق پشتی روی تشک پشمی دراز کشیده بودم و داشتم با گوشیم بر می رفتم که آنتنم درست حسابی نمیداد. یهو صدای جیرجیر در حیاطو شنیدم. اول فکر کردم شاید باده، اما بعد صدای پچ پچ اومد. یه صدای بم مردونه با یه لحن لاتی و کشدار حرف می زد. کنجکاو شدم. پاورچین از روی گلی گذشتم و از لای درز پنجره چوبی که رو به حیاط بود زل زدم بیرون. زیر نور ضعیف ماه 2 سایه چسبیده بودن به دیوار کاگلی کنار باغچه. خاله اسمت بود. چادر گلگلی شد دور کمرش گره زده بود و با یه مردی که کلاه لبه‌دار داشت حرف میزد. مرد دستشو گذاشته بود روی کمر خاله و خاله داشت میخندید. خنده‌ای که من هیچ وقت توی این چند ماه که شوهرش مرده بود ازش ندیده بودم. مرد گفت اسمت، تو هنوز همون دختر تخس و چشم زیاه قدیمایی. اون خدا بیامرز قدرتو نمیدونست، ولی من که میدونی هیچ وقت یادت از سرم نپریده. خاله با صدای لرزون گفت بس ناصر، زشته. اگه عباس بیدار بشه چی؟ اگه اهالی محل بفهمن چی؟ برو زودتر. اونجا بود که ناصر نزدیکتر شد. صورتشو چسبون به صورت خاله. من نفسم حبس شده بود. دیدم چجوری اون مرد خاله اسمتو که هنوز سیاه پوش شوهرش بود بوسید. یه بوسه طولانی که بوی خیانت میداد. قلبم داشت توی دهنم میزد. احساس میکردم یه سطل آب یخ ریختن روی سرم. خاله اسمت با ایمان، خاله اسمتی که همه روستا به حجب و حیاش قسم میخوردن. فردا صبح وقتی خاله داشت برام نیمرو درست میکرد، جوری نگاش میکردم انگار دارم یه آدم غریبه رو میبینم. دستاش میلرزید. پرسیدم خاله، دیشب کسی اومده بود دم در؟ صدای حرف زدن میشنیدم. یه لحظه مکث کرد. قاشق از دستش افتاد توی تابه. با دستپاچگی گفت نه عزیزم، حتما خواب دیدی. باد میزد به شاخه های درخت توت، صدا میپیچه. دروغ میگفت. اونم چه دروغی. من ناصر رو میشناختم. یعنی اسمشو شنیده بودم. میگفتن سالها پیش قبل از اینکه خاله با آقا ولی ازدواج کنه یه خاطرخواه داشته که بابا بزرگم با تیپا از روستا انداختش بیرون. حالا ناصر برگشته بود. اونم درست وقتی که خاله صاحب اون زمینای مرغوب پایین ده و خونه بزرگ آقا ولی شده بود. دلم آروم نمی گرفت. عصر همون روز به بهونه بنزین زدم بیرون. رفتم سمت قهوه خونه محمد خان. هنوز همون جایی که غریبه ها و آدمای گذری پاتوق می کردن. ناصر رو دیدم. داشت با یه راننده نیسان حرف می زد و بلند بلند می خندید. رفتم یه گوشه نشستم و گوشمو تیز کردم. ناصر داشت با گوشی حرف می زد. صداشو پایین آورده بود، ولی من که 2 میز اونورتر بودم شنیدم که گفت آره حاجی، کار تمومه. پیرزن خره. 2 هندونه گذاشتم زیر بغلش، خر شد. 1 ماه دیگه که عقدنامه رو امضا کنه کل اون زمینای لعنتی رو ازش میگیرم. زن و بچه‌م هم توی شهر منتظرن که پول برسه دستشون جابجا بشیم. خون به مغزم نمیرسید. ناصر نه تنها عاشق نبود، بلکه یک کلاهبردار بود که زن و بچه داشت و میخواست خاله ساده‌لوح منو لخت کنه. اون شب تا صبح چشم روی هم نذاشتم. هر بار که پلک میبستم تصویر ناصر میومد جلوی چشمم که داشت با اون لحن چندشش به ریش خاله و سادگی ما میخندید. خاله اسمتم که انگار توی عالم دیگه‌ای بود. صبح زودتر بلند میشد، به خودش میرسید. حتی میدیدم اون سرمدون قدیمیشو هم از ته صندوقچه در آورده. زن بیچاره فکر میکرد عشق جوونیش برگشته تا نجاتش بده. خبر نداشت گرگ بارون دیده شده. روز بعد ناصر با یه موتور 3 چرخ قراضه از روستا زد بیرون. منم موتور هوندا 125 رفیقم اسخر و قرض گرفته بودم و با فاصله دنبالش راه افتادم.
جاده خاکی و پر از دستانداز بود. ناصر مستقیم رفت سمت شهر کوچیکی که حدود 20 کیلومتر با روستا فاصله داشت. دم یه خونه کلنگی تو حاشیه شهر که رختای شسته شده از سر کول دیوارش بالا میرفت وایساد. یه زن قد کوتاه با یه دمپایی پلاستیکی اومد دم در و با تندی بهش چیزی گفت. ناصرم با بیخیالی یه بسته پول که احتمالاً از خاله تیغ زده بود و پرت کرد سمتش و یه بچه 5-6 ساله رو بغل کرد و چرخوند. چشمام داشت از حدقه در می اومد. خودش بود، زن و بچهش. ناصر نه تنها ازدواج کرده بود بلکه معلوم بود زندگیش لنگ همین پولای خاله اسمته. همونجا بود که دندونامو از حرص روی هم فشار دادم. میخواستم برم جلو و با مشت بزنم توی اون صورت دغل‌بازش. اما میدونستم با دعوا چیزی حل نمیشه. خاله اونقدر خام حرفای این آدم شده بود که اگه بدون مدرک بهش میگفتم فکر میکرد من دارم حسودی میکنم یا میخوام رابطه‌شو به هم بزنم. نزدیک غروب برگشتم روستا. خاله اسمت دم در وایساده بود. انگار منتظر کسی بود. وقتی منو دید هل شد و چادرشو کشید جلو. کجا بودی عباس؟ نگرانت شدم. نگاه کردم توی چشمای سیاهش که حالا یه برقی توشون بود که قبلا نبود. گفتم رفتم شهر خاله، دنبال یه آشنا میگشتم. یه آشنای قدیمی که فکر میکردم آدم حسابیه ولی فهمیدم لاشخورتر از این حرفاست. خاله رنگش پرید، انگار شستش خبردار شده بود که من یه چیزایی فهمیدم. با تندی گفت این حرفا چیه میزنی؟ بیا تو چایی تو بخور. کلت داغ شده. رفتم تو حیاط. نشستیم روی تخت چوبی زیر درخت توت. هوا داشت رو به تاریکی میرفت. ناصر همون موقع پیدا شد. مثل یه قهرمان با یه جعبه شیرینی و یه لبخند الکی. نشست روی تخت و با پررویی تمام دست انداخت رو شونه من. چطوری عباس آقا؟ جوونای امروز که همش سرشون تو اون ماسماسکشونه. نمیفهمن دنیا دست کیه. تو چطور؟ من با تنفر دستشو از روی شونم پس زدم. گفتم دنیا دست اونیه که نون بازوشو میخوره ناصر خان. نه اونی که دنبال نون سادگی مردمه. جو یهو سنگین شد. خاله اسمت با تشر گفت عباس این چه طرز حرف زدنه؟ ناصر مهمونمونه. ناصر که دید اوضاع پسه خودشو مظلوم جلوه داد. نه اسمت خانم حق داره. جوونه غیرتیه. نمیدونه که من و تو چه خاطره هایی داریم. من اومدم که بمونم. سایه سرت بشم. مگه نه؟ و بعد با وقاحت زل زد به خاله. خاله سرشو انداخت پایین و با گوشه چادرش ور میرفت. من دیگه نتونستم تحمل کنم. گوشیمو در آوردم. عکسی که از دور از ناصر و زنش تو شهر گرفته بودم تار بود ولی معلوم بود کی به کیه. گفتم خاله تو از این آدم چی میدونی؟ جز این که 20 سال پیش ولت کرد و رفت. میدونی الان کجا زندگی میکنه؟ میدونی زن داره یا نه؟ ناصر یهو بلند شد. چشماش سرخ شده بود. داری زیاده از حد حرف میزنی بچه. پا تو از کفش بزرگترات در بیار. خاله اسمت هم که انگار جادو شده بود بلند شد و با گریه گفت بس عباس برو تو خونه نمیخوام بشنوم. ناصر برام توضیح داده. گفته که اون زن یکی از فامیلاشونه که آواره مونده. باورم نمیشد. ناصر اونقدر مخ خاله رو شستشو داده بود که هر دروغی رو باور میکرد. اون شب ناصر با پیروزی نگاهی به من کرد و رفت. اما من میدونستم این تازه اول بازیه. ناصر میخواست همین جمعه خاله رو ببره محضر تا وکالت تام زمینا رو ازش بگیره و بعدش هم عقدش کنه. شب وقتی خاله توی اتاقش تنها بود من نشستم لب ایوون. باید نقشه حسابی میکشیدم. باید مدرکی میآوردم که خاله باور کنه. یه فکری به سرم زد. ناصر آدم پول پرستی بود. اگه میفهمید خاله قرار ثروتش رو از دست بده خودش ماهیت خودش رو لو میداد. اما من راه سخت‌تر رو انتخاب کردم. تصمیم گرفتم فردا صبح برم سراغ زنش توی شهر. باید میفهمیدم ناصر به اون چی گفته. باید میآوردمش وسط میدون. صبح روز بعد خاله اسمت حتی نگاهش رو از من می‌دزدید. داشت با وسواس عجیبی سماور و برق مینداخت. انگار میخواست با سابیدن فلز لکه‌های شک رو از دل خودش پاک کنه. من اما ساکت بودم. چاییمو خوردم. سویچ موتور رو برداشتم و فقط زیر لب گفتم خاله ماه پشت ابر نمیمونه. مطمئن باش توی این ناصر رو در میارم. هیچی نگفت. از در حیاط زدم بیرون. دوباره همون مسیر 20 کیلومتری رو رفتم. این بار مستقیم رفتم دم همون خونه کلنگی. قلبم توی سینه‌ام میکوبید. دستمو گذاشتم روی در آهنی که زنگ زده بود و چند تا تقه به در زدم. زن همون که ناصر به خاله گفته بود فامیل آوارشه درو باز کرد.
خسته به نظر می رسید، با چشمای گود رفته و صورتی که انگار سال هاست نخندیده بود. بله، بفرمایید. سلام خانم، من عباس هستم. از روستای دهبالا میام. از طرف ناصرخان اومدم. تا اسم ناصر رو آوردم ترس و تردید توی چشماش دوید. خواست در رو ببنده که پامو گذاشتم لای در. خانم خواهش میکنم. یه سوال دارم. ناصر داره زندگیشو با دروغ میسازه. به شما چی گفته؟ گفته رفته روستا کارگری؟ گفته داره واسه شما کار میکنه پول در میاره؟ زن مکث کرد. نگاهی به داخل خونه انداخت که صدای گریه بچهش میومد. بعد با صدای لرزون گفته یه میراثی بهش رسیده. داره کارای اداریشو میکنه که پولشو بگیره و ما رو از این خراب شده ببره تهرون. مگه دروغ میگه؟ نشستم روی پله دم در و همه چی رو براش تعریف کردم. از خاله اسمت، از تنهاییش، از بوسه های مخفیانه پشت در حیاط و از نقشه‌ای که ناصر واسه بالا کشیدن زمینا داره. سمیه زن ناصر اولش باور نکرد. دعوام کرد و بهم بد و بیرا گفت. ولی وقتی عکسایی که یواشکی از ناصر و خاله تو خونه گرفته بودم و نشونش دادم، مثل کوهی که ریزش کنه روی زمین نشست و شروع کرد به گریه کردن. سمیه در حالی که اشکاشو با گوشه رو سریش پاک میکرد گفت اون نامرد به من گفته این زن خاله پیرو از کار افتادشه که نیاز به پرستار داره. گفت میرم اونجا ثواب کنم و شاید یه قرونی کف دستم بذاره. خونم به جوش اومد. ناصر عجب مارمولکی بود. به هر دو طرف یه قصه جدا گفته بود. به سمیه گفتم اگه میخوای حقیقت رو بدونی، اگه نمیخوای شوهرت با پولای یه زن دیگه غیبش بزنه و تو رو با این بچه تنها بذاره، فردا باید با من بیای روستا. فردا روز محضره. برگشتم روستا. ناصر خونه خاله بود. داشتن چمدون میبستن. ناصر یه کت شلوار اتو کشیده پوشیده بود و جوری راه میرفت انگار ارباب اون زمیناست. وقتی منو دید با پوزخند گفت به به عباس آقا، اومدی واسه بدرقه؟ فردا من و خاله‌ات میریم شهر که کارا رو یه سره کنیم. بعدش هم بریم محضر و بعدش ماه عسل. تو هم بهتره برگردی پیش مامانت. اینجا دیگه جای شما نیست. خاله اسمت با خجالت سرش انداخت پایین. ناصر دستشو دور کمر خاله حلقه کرد. یه حرکت نمایشی برای اینکه حرص منو در بیاره. حس می‌کردم یه گوله آتیش تو گلومه. خاله گفت عباس ناصر راست میگه. اون قراره کنارم بمونه. زمینا رو میزنم به نامش که بتونه وامشونو بگیره و یه کارخونه بسته‌بندی نون توی روستا بزنه. همه اهالی میتونن از این راه پول در بیارن. لبخندی زدم. از اون لبخندایی که پشتش یه نقشه حسابی بود. مبارک خاله، انشالله که خیر باشه. فقط ناصر خان مواظب باش فردا تو محضر سورپرایز نشی. ناصر چشماشو ریز کرد. یه ترسی توی عمق نگاهش نشست. ولی زود جمع و جورش کرد. زیاد حرف میزنی ها. برو بخواب که فردا باید بری. اون شب من و ناصر و خاله توی خونه بودیم. ناصر توی پذیرایی با خاله نشسته بود و منم توی اتاق پشتی بودم. صدای پچ پچشون رو میشنیدم. ناصر داشت با اشوه و دروغ مخ خاله رو تیلیت میکرد. میگفت بعد از محضر میبرتش مشهد، میبرش گردش و خاله مثل یه دختر 14 ساله که برای اولین بار عاشق شده بود فقط میگفت هر چی تو بگی ناصر خان. نمیدونستن که من با سمیه هماهنگ کردم که فردا بیاد محضر. یه چیزی ته دلم میلرزید. اگه خاله طاقت این ضربه رو نداشته باشه چی؟ اگه ناصر وقتی گیر بیفته وحشی بشه و دست به کار خطرناکی بزنه؟ اون روز صبح هوای روستا یه جوری بود. انگار آسمونم میدونست قراره چه اتفاقی بیفته. خاله اسمت بهترین لباسشو پوشید. چادر سفید ابریشمیشو سرش کرده بود و یه برق عجیبی توی چشماش بود که دلمو کباب میکرد. صیغه‌نامه این مدتشونم گذاشت توی کیفش و ناصرم با اون کت شلوار پشمی و موهای روغن زده مدام دور و بر خاله میپلکید و با گوشیش حرف میزد. لابد داشت با مشتری زمینا هماهنگ میکرد. ناصر با پوزخند رو کرد به من و گفت عباس آقا تو نمیخوای بیای؟ بالاخره شاهد عقد خاله جونت باشی بد نیستا. دندونامو روی هم فشار دادم و گفتم چرا نیام؟ میام ناصر خان. سوار ماشین شدیم. ناصر پشت فرمون نشسته بود. خاله‌ام با شرم و حیا کنارش بود. منم عقب نشستم. گوشیم توی جیبم میلرزید. سمیه بود. گفت من رسیدم و دم در محضر منتظرم عباس. اگه دروغ گفته باشی میدونم چی کارت کنم. وقتی رسیدیم به شهر جلوی دفترخونه شماره 12 ناصر پیاده شد و با غرور در رو برای خاله باز کرد.
انگار داشت روی پله‌های کاخ قدم می‌ذاشت. خاله لرزش دستاشو زیر چادرش قایم می‌کرد. ناصر برگشت سمت من و با یه لحن مسخره گفت: خب بچه، دیگه از اینجا به بعدش به بزرگترا مربوطه. برو یه دوری بزن و برگرد. گفتم نه ناصر خان، یه مهمون دارم که خیلی مشتاق شما رو توی لباس دامادی ببینه. همین لحظه سمیه از پشت چنار بزرگ جلوی محضر اومد بیرون. بچه به بغل، با صورتی کبود از گریه و چشمایی که ازش آتیش میبارید. ناصر تا سمیه رو دید انگار برق سفاز بهش وصل کردن. رنگش مثل گچ سفید شد و پاش لغزید روی پله. خاله اسمت گیج شده بود. نگاهی به زن کرد و نگاهی به ناصر. این خانم کیه ناصر؟ چرا اینجوری نگات میکنه؟ سمیه امون نداد. دوی جلو و یقه ناصر رو گرفت. این خانم کیه؟ من زنشم خانم. من مادر این بچه‌ام که نون شب نداره بخوره. اون وقت تو اینجا داری واسه مال و اموال این زن بیچاره دم تکون میدی؟ میخوای زن بگیری برای من؟ صدای جیغ و داد سمیه کل خیابون رو گرفت. ناصر که بعد جوری غافلگیر شده بود سعی کرد خودش رو جمع و جور کنه. با وقاحت تمام رو کرد به خاله و گفت: باور نکن اسمت، این زن روانیه. از طرف دشمنام اجیر شده که زندگیمو به هم بزنه. من اصلا اینو نمیشناسم. سمیه که اینو شنید بدتر از کوره در رفت. شناسنامه‌شو از کیفش در آورد و پرت کرد سمت خاله. بگیر بخون. ببین اسم این بیشرف توی کدوم صفحه نوشته شده. ببین این بچه باباش کیه. خاله اسمت با دستای لرزون شناسنامه رو باز کرد. من فقط نگاش میکردم. دیدم که چطور اون برق توی چشماش خاموش شد. دیدم که چجوری شونه هاش افتاد. انگار همه اون رویاهایی که ناصر براش ساخته بود مثل یه حباب ترکید. خاله زل زد به ناصر. صدای خاله دیگه اون صدای مهربون همیشگی نبود. یه خشم عمیقی توش بود. ناصر تو گفتی زنت مرده. گفتی تنهایی. گفتی این فامیلتونه که آواره است. ناصر که دید دستش رو شده دیگه نقش بازی نکرد و صورتش وحشی شد. رو کرد به من و داد زد: کار توه نه؟ نیم وجبی فضول. پدرتو در میارم. یهو دست برد زیر کتش. فکر کردم چیزی زیر کتش داره. پریدم جلو که دستشو بگیرم. درگیری بالا گرفت. ناصر با مشت زد توی صورت من. منم با تمام نفرتی که ازش داشتم با لگد زدم توی شکمش. مردم جمع شده بودن. سمیه جیغ میکشید و بچه گریه میکرد. خاله اسمت فقط ساکت بود. چادر از سرش افتاده بود و مثل یه مجسمه سنگی خیره شده بود به دعوای ما. ناصر وقتی دید اوضاع خیته، مردم دارن به پلیس زنگ میزنن، سمیه رو هل داد و پرید توی ماشین قراضش. با سرعت و صدای ناهنجار لاستیکاش از اونجا فرار کرد. سمیه روی زمین نشست و حق حق گریه کرد. من با صورت خونی رفتم سمت خاله. خاله جون خوبی؟ خاله نگاهی به من کرد. نگاهی که هیچ وقت یادم نمیره. انگار 1000 سال پیر شده بود. هیچی نگفت. فقط راهشو کج کرد و به سمت ایستگاه مینیبوسای روستا راه افتاد. برگشتیم روستا. خاله مستقیم رفت توی اتاقش و در رو قفل کرد. نه چای خورد، نه شام درست کرد. همه ی روستا پچ پچ میکردن. خبر رسوایی محضر توی ده بالا پیچیده بود. نصف شب صدای شکستن چیزی از اتاق خاله اومد. پریدم پشت در. خاله اسمت، در رو باز کن. خاله بعد از آقا ولی تنها شده بود و ناصرم فریبش داده بود. بعد از اون خاله اسمت خیلی ساکت بود. کمتر حرف میزد. دیگه اجازه نداد پیشش بمونم. منم برگشتم شهر پیش پدر و مادرم. حالا خاله اسمت تنها زندگی میکنه. توی روستا از دست پچ‌پچ‌های مردم از خونه بیرون نمیره. دلم خیلی براش میسوزه. اما خوشحالم که نذاشتم ناصر فریبش بده و اون خونه زندگیرم از دستش در بیاره و آوارش کنه. دوستان عزیزم، ممنونم که تا پایان داستان با من بودید. اگر از داستان خوشتون اومد با لایک و سابسکرایب از کانال حمایت کنید. منتظر نظراتتون درباره داستان توی کامنت ها هستم.